بو سوختنی میاد. بابا مرشاد بذار من یه دقیقه بشینم بعدن شروع کن. اون پیتزا رو از فر در بیار بابا، سوخت به قرآن. حواست کجاست؟ بچه‌ها خوبین؟ این حواسش به شما سی از وقتی اومده اینجا غذاها رو میسوزونه. ما خوبیم، ما همه که میگم یعنی همه حواسمون به شما هم هست. وحید، حمید، عماد، اقبال، بهنام، پویا، رضا، پارسا، رامین، نوید اینجاست. نوید یه دقیقه بیا اینجا. بابا بیا بگو خوبی تو رو خدا، یه دقیقه بیا دیگه، اذیت نکن. درود مردم شریف ایران، نوید افساری هستم. بچه یه دقیقه آروم باشین. محسا بیا تو رو خدا این میکروفون از دست نیکا بگی. از صبح تا حالا رو استیجه کی برای این عروسی اینو میخونه آخه؟ آره همین خوبه. آهان نگفتم بچه ها امروز نه عروسی هناست، نه عروسی دیگه. یعنی با بچه ها تصمیم گرفتیم همه دخترها لباس عروسی تنمون کنیم، پسرامون هم کت شلوار بزنیم برقصیم. خدا نور که حسنا اون بر شروع کرده. وانیکا چرا کت شلوار میپوشی؟ نه بپوشانه بد میاد. به خدا خیلی قشنگ شدی. تو خدا بیا این خط چش منو بکش یه دقیقه دیگه، بعدم با بچه حرف بزن. سارینا 10 روزه دارم بهت یاد میدم، برو جلو آینه خودت. نه به خدا بکش خوب میکشی، بلد شدی، خیلی وقت بلد شدی. آره خلاصه بچه ها ما خوبی، ما خوب. راستی یلدا اومده پیش ماست، جاش امنه، نگران نباشید، نگران هیچ کدوممون نباشید. حالا همه ما خوبه.